به نام یاد پروردگار نهایت مهربان، عرض سلام و احترام خدمت تمام شما عزیزان شنونده. امید است که جور، صحتمند و سرحال باشین. عزیزان دوست داشتنی، خوش آمدین به دومین داستانه که از طرف چنل یوتیوب مدیش براتون نشر میشه. در خدمت شما قرار دارم دوست داشتنی‌های من و دوست دارم که نظریات شما بابت بهتر شدن برنامه‌ها رو هم داشته باشم. اگر دوست دارین که در جریان برنامه‌ها بک‌گراند باشه و یا نباشه، حتما نظریات خود بر ما بگویید. چرا که بعضی دوستای ما دوست دارن که بک‌گراند ملایم باشه و بعضی دوستا دوست ندارن. پس دوست دارم که نظریات شما رو همچنان بگیرم و هرچی که دوست داشته این نظریات که به خاطر بهتر شدن برنامه ماست میتونین که بر ما بگوین، بنویسین و من 100% اونا را پیاده میسازم. یکی از عزیزان دیگه ما همچنان داستان خود بر ما فرستادن. دوست دارم که این داستانم را شما شریک بسازم تا باشه که شما هم ایشان نظریات خود برشون بتین و اصلا نظریات خود دریغ نکنین، چرا که نظر هر یک ما باعث میشه که ای عزیز ما بهتر و بهتر باشه. سلام، من پریسا هستم و نامزدی ما و نامزدم به رضایت هر دوی ما صورت گرفته. از همه قصه ها و گفتنی ها گذشته، نمیخوایم که داستان ما بسیار طولانی باشه. ما بعد از چند سال نامزدی جدا شدیم و دلیل جدایی ما هم خیانت بود. خیانتی که نامزد ما با همکار خود بر علیه ما انجام داده بوده. یعنی رسما به اصطلاح ما امرای همکار خود جور آمده بود. وقتی من از نامزدم جدا شدم که ما آمادگی عروسی ما را می گرفتیم. وقتی بود که خواهرش بر من زنگ زد و گفت که تلفن به مادرم بدم. وقتی که من تلفن برای مادر خود دادم، مادرم همراهشان صحبت میکرد. قسم به نظر می رسید که اونا میگن که من برام و جهیزیه های خود به دل خود انتخاب کنم تا ای که به آمادگی عروسی ما همه چیز منظما پیش بره. میگفتن که هر کس سلیقه خود داره و نشه که من بیخبر باشم اونا چیزی را خریداری کرده باشن و به ذوق من نباشه. از خوشی در لباس خود نمی گنجیدم. در همون زمانا بود که خبر شدم که نامزد من همراه همکار خود رابطه دارن. او هم نه 1 سال، نه 2 سال، 5 سال می شد که از من پنهان کرده بود. زمان خبر شدم که اصلا وقت و فکر کردن به این موضوع را نداشتم. نمیتونستم که به این فکر کنم. به خدا حتی 1 هفته نه خواب داشتم نه خوراک. به خاطر هیجان عروسی خود اصلا نمیتونم که چقدر فشار روی ما بود. کم کم خود تسلی میدادم. میگفتم شاید امرای عروسی این مشکل ما حل شود. هر کس اشتباه میکنه. خیر است، از این اشتباهش من میگذرم. زندگی خود خراب نمی کنم و نمیخوایم که همه چیز بدتر شود. اما از چیزی که می ترسیدم بدتر شد. او دختر ایلا دادنی نامزد من نبود و وقتی که امرایش گپ زدم دلم بر خودم می سوخت. بالاخره دل به دریا زدم. از نامزد خود پرسیدم که آخر ما چی میشه. نامزدم گفت که او را نمیتونم فراموش کنم. خودت باید یک کار کنی. اگر اجازه ندی که او زن دومم باشه، باز خودت میفهمی که در آینده هر دوی ما هیچ آینده ای نمی داشته باشیم. رابطه ما نمیتونه که پیش بره و حتی نمیتونم که امیدوار بسازم تو را به داشتن یک آینده خوب. شاید نهایتا ارتباط ما با تو قطع کنم و با او شروع کنم. بالاخره بعد از شنیدن این سخنهایش من برش گفتم که میخوایی که از من جدا شوی؟ نامزدم با تعجب گفت که از خدایم است، از هیچ چیز بیشتر نمیخوایم. بعد از او فقط از دل من خدا خبر داشت. پیشنهادی که خودم دادم و خودم پایش باید میماندم. بالاخره جدا شدیم. از جدایی ما 1 سال میشه. اما قبل از نامزدی یکی از بچه‌های فامیل ما خواستگار من بود. نمیفهم که چی شرایط داشت. نمیتونست که خواستگاری بیایه. اما همیشه از همه فامیل بر من میگفتن که فلانی خانه شما خواستگار میه. خلاصه بعد از جدایی همو بچه از طریق شماره مرا پیدا کرده بود. بر من پیام داد
و برای من گفت که من خواستگارت بودم. حتی از طفولیت دوست داشتم. تو نامزد شدی و خیلی ناراحت شدم. تمام دوستا رفیقا برای من تسلیت میدادن. من پیش روی همگی به تو آرزوی خوشبختی میکردم. قسم جلوه میدادم که گویا اصلا بالای من تاثیر نکرده و برعکس من بسیار خوشحال هستم. حالا که خبر شدم بسیار متاثر شدیم. واقعا نمیخواستم که قسمی به پایان برسه، اما از یک طرف بسیار خوشحال هستم که یک چانس دیگه به خاطر زندگی کردن با تو را دارم. بعدا از مادر و برادرم مرا خواستگاری کردن و این بچه برای من گفت که سیکو کسی خبر نشه تا ای که احترام به فامیلای هر دوی ما باقی بمانه. اما اگر بازم فکر میکنی که امرای من خوشحال نمیشی، هر جا که دوست داری نامزاد شوی یا اگر کس دیگه ایده دل تو هست یا هم نامزد سابق میخوایی لطفا بر من بگو. ما میتونیم یک قسم این موضوع را بین فامیل خودم و فامیل خودت حل کنم و دوباره همه چیز تو بتانی از اول شروع کنی. من برش گفتم که تصمیم نهایی را فامیل ما میگیرن و من در این تصمیم سهم بسیار عمده ندارم. خب مدت زیاد بیخبر بودم تا بعض شایعات از طرف او شد. من هم برای شفاف سازی این موضوع برش پیام دادم. گفتم حد خدا بافامه و در مورد من اتو گپاره جور نکنه. قسم میخورد. میگفت من از این موضوع اصلا خبر ندارم. مردم بر من تهمت میکنن و میخواین که بین هر دوی ما را خراب بسازن. اما بازم من از تو معذرت میخوایم. لطفا گپ کلان نساز و کوشش کن که امرای ما به آینده مثبت ما فکر کنی. به نحوه مرا با حرفای خود راضی ساخته بود. بعد از او بر من گفت که هر وقت هر چیز کار داشتی یا هم کدام سخن داشتی این شماریم است و به جای پیام دادن بر من تماس بگی. خلاصه گپا کم شوه، ما مال مغرور هستم، نمیخوایم که برش زنگ بزنم و دیگه پیام بدم. قبلا هم راستش هیچ حسی برش نداشتم، حتی بسیار بدم میآمد ازش، اما یک هفته شده که بدون دلیل دلتنگش میشم و فکرم طرف او میره و فکر میکنم که یک چیز را از دست دادیم. به خاطر از اینکه من شمارش داشتم و با هم پیام میکردیم گاهی استوری های مرا یگان دفعه میبینه، واکنش یا مو ریاکت قلب میمونه و یگان دفعه که آشپزی یگان چیز استوری بانم بر من ریپلای میده و میگه که بسیار کدبانو هستی. اما نه زیاد پیام میتیم و نه زنگ میزنیم نه هم از خواستگاری کدام گپ شده. یک دفعه همراه پدر و مادرم صحبت کردن و اونام گفتن که هرچه نصیب و قسمت باشه و من نمیفهمم واقعا چرا ذهن من اینقدر خراب شده، اینقدر منفی نگر شدم. واقعا نمیخوایم که وابسته کسی باشم، چون دردها و سختی ها را دیگه تحمل کردن نمیتونم. نمیخوایم که دلم بشکنه، اما نمیتونم این قسمم کنار بیایم. از فامیل ای پسرم هیچ کسی تا به حال برای بار دوم خانیمون آمده. هر جای میرم از من میپرسن که نامزد خو نیستی یا میگن که خودت خوش کردیم برای پسر ما یا برای برادرم یا هر کسی، اما اصلا هیچ کسی دوباره نمیآید. واقعا شبها و روزایم شده دعا و باعث شده که همیشه و همیشه منتظر و چشم به در بانم. از شما شنونده های مدیش خواهان هستم که نظریات خود بر من بگوین و بگوین که من چی کار کنم تا هر دوی اینا را فراموش کرده به زندگی خود ادامه بدم. پایان داستان. شنونده های نازنین، امید است که داستان شنیده باشین و کدام مشکل خانه شده او نبوده باشه و عزیزانی که دوست دارن نظریات خود برای عزیز ما که داستان خود فرستاده بودن برشان بگوین. میتونین که آزادانه در بخش کامنت برشان نظر بدین و خواهش میکنم گپای خوب گپای مثبت برشان بزنین تا ای که عزیز ما انرژی مثبت از شما بگیره و بتونه که راه خوب را بر خود انتخاب کنه. دوستانی که میخواین که داستانهای خود بر ما بفرستن میتونین که از طریق ایمیل آدرسی که برای شما در دسکریپشن و در خود چینل گذاشتیم شما میتونین که
بنویسین، ارسال کنین و من دوست دارم که نظریات شما را در رابطه با داستانهایی که خود شما مفرستین هم داشته باشیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.